سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشید. اینجا تبریزه و میدونید که فرزند من دانشگاه تبریز درس میخونه و من اومدم به تبریز. یه خونه دانشجویی اینجا اجاره کردم و جاهای دیدنی تبریز رو برای شما توی کانالم به صورت ویدیو منتشر میکنم و نشون میدم. من در کانال خودم جاهای دیدنی از بازار سرپوشیده تبریز مثل دالون خونی، مثل کاروانسرای حاج حسین اول، حاج حسین جدید، کاروانسرای میانی و تمام بازار سرپوشیده تبریز رو به صورت ویدیو برای شما منتشر کردم. همچنین ویدیوهایی از شاهگلی، از طبیعت زیبای شاهگلی یا همون الگلی و همچنین کوههای عینالی برای شما در کانال خودم به صورت ویدیو گذاشتم که امیدوارم که دیده باشین، تماشا کرده باشین. ویدئویی از محله ایتالیایی‌ها در تبریز، از خانه حریری، از خیابون معروف تربیت، همه اینا رو به صورت ویدیو توی کانال خودم برای شما منتشر کردم. اما ویدئویی که امروز برای شما آماده کردم واقعا زحمت زیادی براش کشیدم. دونه دونه از مغازه ها اجازه گرفتم و رفتم و برای شما فیلم گرفتم. حالا این ویدیو چیه؟ این ویدیو از بازار مظفریه هستش در بازار سرپوشیده تبریز که قدمتش به 150 تا 200 سال برمیگرده که بازار فرش فروش های تبریز هستش که در تجارت ایران این بازار نقش بسزایی داره. ممنون میشم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کنین و لذت ببرین از هنر زیبای فرش تبریز، کیف کنین و بسیار ازتون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و یه کامنت قشنگم برام زیرش بنویسین. شاید دوستان زیادی از بازار مظفریه تبریز فیلم تهیه کرده باشن، اما اون فیلمی که امشب تو کانال من شما میبینین با همه فیلمایی که از بازار مظفریه گرفته شده فرق داره. بیاین که با هم بریم تماشا کنیم. دوستان عزیز، خواهشی که ازتون دارم اینه که تا انتهای ویدیو همراه من باشین، به خاطر اینکه این فیلم با همه فیلمایی که تا الان دیدین از بازار مظفریه در قلب بازار سرپوشیده تبریز فرق میکنه. خب دوستان، از اینجا من میرم اون سمت خیابون و منتظر اتوبوس میمونم و وقتی که اتوبوس بیاد میرم به محله آبرسان و از اونجا با مترو میرم به سمت بازار سرپوشیده تبریز. دوستان از بالای ویدیو بزنین روی تنظیمات یا اون چرخدنده و کیفیت ویدیو رو روی 1080 قرار بدین و تماشا کنین. دوستان امیدوارم که همه کاراتون رو کرده باشین و با دقت بشینین به تماشای ویدئوی امشب. دوستان عزیزم، من با مترو اومدم و رسیدم به میدون ساعت و میدونین که هر وقت من به میدون ساعت برسم امکان نداره که از این منظره زیبا برای شما فیلم نگیرم و ویدئوی داخل این عمارت و کاخ شهرداری رو قبلا من برای شما گرفتم که لینکش رو در قسمت توضیحات همین ویدیو میذارم و بعد از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین میتونین اونم برین و تماشا کنین. دوستان عزیزم، رسیدیم به ورودی بازار سرپوشیده بزرگ تبریز که اینجا این دوتا مسجد که میبینین روبروی هم قرار داره و حالا میخوایم بریم سمت بازار مظفریه. دوستان رسیدیم به ورودی بازار مظفریه. این بازار در دوره قاجار توسط حاج شیخ جعفر قزوینی و با حمایت مالی حاج مظفرالملک یکی از تاجران بزرگ آن زمان ساخته شد و نام خود را از او گرفت. دوستان تمام ویدیوهایی که ملاحظه می‌فرمایین، حالا چه از پشت شیشه
چه اینکه من داخل حجره ها رفتم و فیلم گرفتم، همه رو باید از صاحب اون حجره اجازه بگیریم که من تمام و این تک تک این ویدیوها رو حالا چه از بیرون چه از داخل حجره اجازه گرفتم و فیلمش رو برای شما عزیزان تهیه کردم. قدمت این بازار به حدود 150 سال پیش برمیگرده و یکی از شاهکارهای معماری سنتی بازارهای ایران محسوب می شود. این بازار 2 طبقه داره و هر طبقه شامل حجره‌هایی است که به فروش فرش اختصاص دارند. سقف بلند با طاق‌های آجری زیبا و نورگیرهای متعدد از ویژگی‌های بارز این بازار به حساب میاد. معماری این بازار به گونه‌ای طراحی شده که در تمام فصول سال فضای داخل آن مطبوع می باشد. Bakterilerden diyor. Durmuşam aşağı, durmuşam gitmişam aynı imanını izledim. Olsa başımda oldu gibi. Girmişam insan. Girmişam selam hazırına. Başım oldu deyip baba. Ben de diyeyim sen onu doğru okuma. De Hasan olunca akıllasana ya. Aa ben dedem 63 böyle. 40 yıldır. Sen bak onda ehtiramı ki bu şiara. Aman da, aman. İndi dəqiqən, mən də o dəqiqən bilirsən, indi 30 ildir mənim də. Hasan ya. Oğul niye mən yad eder? Hələ filan o sözlərdən dedim ki Hazar qoymuşdu ruzuna badiyə. Həsən oğlu ki gəlib ruzuna bada. Götdüm, vurdum taxsılara, apardım boynuzlara, zilgahına, quliyə zərb edim. İnanmır. Az qaldı göşə, nə yanmır da deyim ki, yox. Mən dədəm o idi. Mən bağa təvəkkülü o idi ki, mən o çiğin abırızını saxladım, ən bağlını da aldım. فرش‌های تبریز با دقت و مهارت بسیار بالا بافته می‌شوند. این فرش‌ها اغلب با استفاده از گره ترکی بافته می‌شوند که باعث دوام و استحکام بیشتر فرش می‌شود. تاریخ فرش بافی در تبریز به دوران صفویه باز می‌گردد و از آن زمان تبریز به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید فرش در ایران شناخته شده است. فرش‌های تبریز نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی نیز طرفداران زیادی داشته و در بسیاری از نمایشگاه‌های هنری معتبر دنیا به فروش می‌رسند. Yine kalkın ne yapalım?
بازار مظفریه همچنان مرکز اصلی خرید و فروش فرش دستباف می باشد و گردشگران داخلی و خارجی زیادی برای بازدید از این بازار و خرید فرش‌های اصیل ایرانی به تبریز سفر می کنند. این بازار بخشی از مجموعه بازار تاریخی تبریز می باشد که در سال 2010 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. بازار مظفریه نه تنها یک مرکز تجاری بلکه نمادی از هنر، فرهنگ و تاریخ ایران است. دوستان عزیزم، ممنون میشم اگر تا اینجای ویدیو رو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین و یه کامنت قشنگم برام بنویسین تا خستگیم در بره. و شما عزیزی که این ویدیو به عنوان ویدیوی پیشنهادی یوتیوب روی صفحه شما ظاهر شده، اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنین و مشترک شین به کانال لایف تایم بود که من هر شب رأس ساعت 10 شب به وقت ایران برای شما عزیزان ویدیوهای گردشگری از شهر زیبای تبریز رو منتشر میکنم و ممنون میشم که بقیه ویدیوهای کانال رو هم تماشا کنید و برام کامنت بذارین تا بدونم کجا رو توی تبریز دوست دارین ببینین تا براتون فیلمش رو بگیرم و در کانالم قرار بدم.
سلام. فرش‌های تبریز معمولاً از پشم مرغوب، ابریشم و در بعضی موارد از نخ‌های مصنوعی با کیفیت بالا بافته می‌شوند. استفاده از رنگ‌های طبیعی نیز یکی از ویژگی‌های مهم فرش‌های تبریزی است که به دوام و زیبایی آن افزوده است.
دوستان جاتون خالی. این چایی که اینجا خوردم واقعا طعم و عطرش بی‌نظیر بود که شاید باورتون نشه در عمرم همچین چایی خوشمزه‌ای نخورده بودم. Tayyip sen adam salam. Buyurun. دوستان عزیزم، این ویدیو همینجا به اتمام میرسه. امیدوارم از تماشای این فیلم لذت برده باشین. تا یک مکان زیبا و تاریخی دیگه در تبریز شما رو به خدا میسپارم.